به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان گرامی سلام. آرزو دارم که همه شما خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو برای مطالعه ساختار، شکل و عملکرد گرده ها تسلیخ گرده گوسفند را انجام می دهم. مواد و وسایل مورد ضرورت این فعالیت: قیچی، کارت، تشت تسلیخ، دستکش، گرده گوسفند. گرده ها یا کلیه ها عضوی از سیستم اطراحیه است. سیستم اطراحیه شامل گرده ها، حالبین، مثانه و مجرای ادرار می باشد. هر انسان دارای یک جوره گرده هستند که در دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر نزدیک به 12مین قبرقه موقعیت دارد. گرده راست زیر جگر قرار دارد. جگر جایش یا موقعیت جگر در یک قسمت است و گرده راست تحت جگر موقعیت دارد. گرده چپ تحت حجاب حاجز و در پهلوی طحال موقعیت می داشته باشه. اگر ما موقعیت های این دو گرده را با همدیگه مقایسه کنیم، گرده راست پایین تر از گرده چپ می باشه. گرده ها در بین انساج شحمی می باشه. رنگ گرده ها سرخ مایل به قهوه‌ای هست. شکل لوبیا مانند داره. اندازه و سایز گرده ها در انسان ها نظر به سن و سالشان متفاوت هست. معمولا 9 الی 11 سانتی متر طول داره، 5 الی 6 سانتی متر عرض و 3 الی 4 سانتی متر ضخامت داره و وزن گرده ها بین 130 تا 150 گرم می باشه. در محل فرو رفتگی گرده ها حالبین یا تیوب انتقال دهنده ادرار و رگ های خونی وجود داره. گرده ها خون را از مواد زائد پاک کرده و مواد زائد و بیکاره را به قسم ادرار از بدن دفع میکنه. تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان pH خون را کنترل میکنه. حال گرده را طولاً قطع میکنیم و قسمت داخلی گرده را میبینیم. در گرده ها این قسمت به نام قسمت کورتکس یا قسمت قشری گرده یاد میکنه که ما توسط از این سنجاق نشان میدم و قسمت وسطی گرده را به نام میدولا یاد میکنه که با یک سنجاق دیگه میره نشانی میکنم. ساختمان های هرم شکل که وجود داره، این ساختمان ها که در این قسمت خوبتر دیده میشه، این ساختمان های هرم شکل که این ساختمان ها را به نام پیرامید یاد میکنه که ما با یک سنجاق دیگه ای را نشانی میکنم. این پیرامید هست. قسمت داخلی گرده لگنچه یا پلویس هست که در اینجا خالگاه جمع کننده ادرار می باشه. این لگنچه یا پلویس راه داره به حالبین نلی هست یا تیوب انتقال دهنده ادرار هست که ادرار را به مثانه انتقال میده. قسمت لگنچه یا پلویس. در گرده ها واحدهای ساختمانی و تصفیه کننده میکروسکوپی وجود داره که به نام نفرون ها یاد میشه. در اصل تصفیه سازی خون در نفرون ها صورت میگیره. زمانی که خون از طریق شریان کلیوی وارد گرده ها میشه، این خون در نفرون ها جریان پیدا میکنه و در نفرون ها تصفیه میشه. سپس خون پاک از طریق ورید کلیوی به جریان خون باز میگرده. همزمان به این مواد بیکاره و اضافه خون به لگنچه، از لگنچه به حالبین و از حالبین به مثانه انتقال یافته و از طریق مجرای ادرار به خارج دفع میشه. امیدوارم که این فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.